خداوند بخشنده بخشایشگر. ستایش مخصوص خداوندی است که آفریننده آسمان ها و زمین، که فرشتگان را رسولانی قرار داد، دارای بالهای دوگانه و سگانه و چهارگانه. او هرچه بخواهد در آفرینش می‌افزاید و او بر هر چیزی تواناست. هر رحمتی را خدا به روی مردم بگشاید، کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد و هرچه را امساک کند، کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست و او عزیز و حکیم است. ای مردم، به یاد آورید نعمت خدا را بر شما. آیا آفریننده‌ای جز خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست. با این حال چگونه به سوی باطل منحرف می‌شوید؟ اگر تو را تکذیب کنند غم مخور، موضوع تازه نیست. پیامبران پیش از تو نیز تکذیب شدند و همه کارها به سوی خدا بازمی‌گردد. ای مردم، وعده خداوند حق است. مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان شما را فریب دهد و به کرم خدا مغرور سازد. البته شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدارید. او فقط حزبش را به این دعوت می‌کند که اهل آتش سوزان جهنم باشند. کسانی که راه کفر پیش گرفتند برای آنان عذابی سخت است و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند آمرزش و پاداش بزرگ از آنهاست. آیا کسی که عمل بدش برای او آراسته شده و آن را خوب و زیبا می‌بیند همانند کسی است که واقع را آنچنان که هست می‌یابد؟ خداوند هر کس را بخواهد گمراه می‌سازد و هر کس را بخواهد هدایت می‌کند. پس جانت به خاطر شدت تأسف بر آنان از دست نرود. خداوند به آنچه انجام می‌دهند داناست. خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت درآورند. سپس ما این ابرها را به سوی زمین مرده راندیم و به وسیله آن زمین را پس از مردنش زنده می‌کنیم. رستاخیز نیز همین بود. کسی که خواهان عزت است باید از خدا بخواهد، چرا که تمام عزت برای خداست. سخنان پاکیزه به سوی او صعود می‌کند و عمل صالح را بالا می‌برد و آنها که نقشه‌های بد می‌کشند عذاب سختی برای آنهاست و مکر و تلاش افسادگرانه آنان نابود می‌شود و به جایی نمی‌رسد. خداوند شما را از خاکی آفرید، سپس از نطفه‌ای، سپس شما را به صورت زوجهایی قرار داد. هیچ جنس ماده‌ای باردار نمی‌شود و وضع حمل نمی‌کند مگر به علم او و هیچ کس عمر طولانی نمی‌کند یا از عمرش کاسته نمی‌شود مگر اینکه در کتاب علم خداوند ثبت است. اینها همه برای خداوند آسان است. دو دریا یکسان نیستند. این یکی دریایی است که آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است و آن یکی شور و تلخ و گلوگیر. اما از هر دو گوشتی تازه می‌خورید و وسایل زینتی استخراج کرده می‌پوشید و کشتی‌ها را در آن می‌بینید که آنها را می‌شکافند و به سوی مقصد پیش می‌روند تا از فضل خداوند بهره گیرید و شاید شکر نعمت‌های او را بجا آورید. او شب را در روز داخل می‌کند و روز را در شب و خورشید و ماه را مسخر شما کرده، هر یک تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می‌دهد. این است خداوند پروردگار شما. حاکمیت در سراسر عالم از آن اوست و کسانی را که جز او می‌خوانید و می‌پرستید حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند. اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمی‌شنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی‌دهند و روز قیامت شرک و پرستش شما را منکر می‌شوند و هیچ کس مانند خداوند آگاه و خبیر تو را از حقایق باخبر نمی‌سازد. ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید. تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. اگر بخواهد شما را می‌برد و خلق جدیدی می‌آورد و این برای خداوند مشکل نیست. هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد و اگر شخص سنگینی بار دیگری را برای حمل گناه خود بخواند چیزی از آن را بر دوش خود نخواهد کرد، هرچند از نزدیکان او باشد. تو فقط کسانی را بیم می‌دهی
که از پروردگار خود در پنهانی می‌ترسند و نماز را برپا می‌دارند و هر کس پاکی و تقوا پیشه کند نتیجه آن به خودش باز می‌گردد و بازگشت همگان به سوی خداست. نا و بینا هرگز برابر نیستند و نه ظلمت‌ها و روشنی و نه سایه آرام بخش و باد داغ و سوزان و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند. خداوند پیام خود را به گوش هر کس بخواهد میرساند و تو نمیتوانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفتند برسانی. تو فقط انذار کننده‌ای، اگر ایمان نیاورند نگران مباش، وظیفت را انجام ده. ما تو را به حق برای بشارت و انذار فرستادیم و هر امتی در گذشته انذار کننده‌ای داشته است. اگر تو را تکذیب کنند عجیب نیست. کسانی که پیش از آنان بودند نیز پیامبران خود را تکذیب کردند. آنها با دلایل روشن و کتاب‌های پند و موعظه و کتب آسمانی روشنگر مشتمل بر معارف و احکام به سراغ آنان آمدند، اما کوردلان ایمان نیاوردند. سپس من کافران را بعد از اتمام حجت گرفتم و سخت مجازات کردم. مجازات من نسبت به آنان چگونه بود؟ آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد که به وسیله آن میوه‌های رنگارنگ از زمین خارج ساختیم و از کوه‌ها نیز به لطف پروردگار جاده‌هایی آفریده شد سفید و سرخ و به رنگ‌های مختلف و گاه به رنگ کاملا سیاه و از انسان‌ها و جنبندگان و چهارپایان انواعی با رنگ‌های مختلف. آری حقیقت چنین است. از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می‌ترسند. خداوند عزیز و غفور است. کسانی که کتاب الهی را تلاوت می‌کنند و نماز را برپا می‌دارند و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم پنهان و آشکار انفاق می‌کنند، تجارتی پرسود و بیزیان و خالی از کساد را امید دارند. آنها این اعمال صالح را انجام می‌دهند تا خداوند اجر و پاداش کامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بگذرد که او آمرزنده و شکرگزار است. و آنچه از کتاب به تو وحی کردیم حق است و تصدیق کننده و هماهنگ با کتب پیش از آن. خداوند نسبت به بندگانش خبیر و بیناست. سپس این کتاب آسمانی را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم، اما از میان آنها عده‌ای بر خود ستم کردند و عده‌ای میانه رو بودند و گروهی به اذن خدا در نیکی‌ها از همه پیشی گرفتند و این همان فضیلت بزرگ است. پاداش آنان باغ‌های جاویدان بهشت است که در آن وارد می‌شوند، در حالی که با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته‌اند و لباسشان در آنجا حریر است. آنها میگویند حمد و ستایش برای خداوندی است که اندوه را از ما برطرف ساخت. پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار است. همان کسی که با فضل خود ما را در این سرای اقامت جاویدان جای داد که نه در آن رنجی به ما میرسد و نه سستی و واماندگی. و کسانی که کافر شدند آتش دوزخ برای آنهاست. هرگز فرمان مرگشان صادر نمی شود تا بمیرند و نه چیزی از عذابش از آنان تخفیف داده می شود. این گونه هر کفران کننده ای را کیفر می کنند. آنها در دوزخ فریاد می زنند پروردگارا ما را خارج کن تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آنچه انجام دادیم. در پاسخ به آنان گفته می شود آیا شما را به اندازه‌ای که هر کس اهل تذکر است در آن متذکر می شود عمر ندادیم و انذار کننده الهی به سراغ شما نیامد؟ اکنون بچشید که برای ظالمان هیچ یاری نیست. خداوند از غیب آسمان ها و زمین آگاه است و آنچه را در درون دل هاست می‌داند. اوست که شما را جانشینانی در زمین قرار داد. هر کس کافر شود کفر او به زیان خودش خواهد بود و کافران را کفرشان جز خشم و غضب در نزد پروردگار چیزی نمی‌افزاید و نیز کفرشان جز زیان و خسران چیزی بر آنها اضافه نمی‌کند. بگو این معبودانی را که جز خدا می‌خوانید به من نشان دهید. چه چیزی از زمین را آفریدند یا اینکه شرکتی در آفرینش و مالکیت آسمان‌ها دارند؟ آیا به آنان کتابی آسمانی داده ایم و دلیلی از آن برای شرک خود دارند؟
نه، هیچ یک از اینها نیست. ظالمان فقط وعده‌های دروغین به یکدیگر می‌دهند. خداوند آسمان‌ها و زمین را نگاه می‌دارد تا از نظام خود منحرف نشوند و هرگاه منحرف گردند کسی جز او نمی‌تواند آنها را نگاه دارد. او بردبار و غفور است. آنان با نهایت تأکید به خدا سوگند خوردند که اگر پیامبری انذار کننده به سراغشان آید هدایت یافته ترین امتها خواهند بود. اما چون پیامبری برای آنان آمد جز فرار و فاصله گرفتن از حق چیزی بر آنها نیفزود. اینها همه به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ‌های بدشان بود. اما این نیرنگ‌ها تنها دامان صاحبانش را می‌گیرد. آیا آنها چیزی جز سنت پیشینیان و عذاب‌های دردناک آنان را انتظار دارند؟ هرگز برای سنت خدا تبدیل نخواهیم یافت و هرگز برای سنت الهی تغییری نمی‌یابیم. آیا آنان در زمین نگشتند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ همانها که از اینان قوی‌تر و نیرومندتر بودند، نه چیزی در آسمان‌ها و نه چیزی در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت. او دانا و تواناست. اگر خداوند مردم را به سبب کارهایی که انجام دادند مجازات کند، جنبنده‌ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت، ولی به لطفش آنها را تا سرامت معینی تأخیر می‌اندازد و مهلت اصلاح می‌دهد. اما هنگامی که اجل آنان فرا رسد، خداوند هر کس را به مقتضای عملش جزا می‌دهد. او نسبت به بندگانش بیناست و از اعمال و نیات همه آگاه است.